سلام به همه دوستان همراهان پیج، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این سری از ویدیوها قراره که با هم دیگه یک سری صحبتایی رو داشته باشیم مربوط به ساخت استراتژی معاملاتی و من بهتون این سری نکاتی رو بگم که شما بتونید برای خودتون یک استراتژی داشته باشید و بتونید بر اساس اون استراتژی یا پلنی که از قبل تنظیم میکنید تریدهای خودتون رو انجام بدید. توی این قسمت که اولین قسمتش هم هست، بحث مقدمه این موضوع، من براتون تعریف میکنم که استراتژی چیه، بعد دنبال چه چیزهایی باشیم و از چه چیزهایی دوری کنیم، چون اونها در واقع اطلاعات غلطیه که به ما دادن. خیلی ساده، اگر که شما ویدیوهای من رو نگاه کرده باشید، معمولا مباحث تعریفی رو من داخل گوگل یه سرچ ساده ای میزنم و تعریفش رو اینجا برای من حالا یا داخل ویکی‌پدیا میاره یا داخل یه وبسایت دیگه میاره که برای من اون تعریف مبنا قرار داره. ببینید، اگر این تریدینگ استراتژی رو یا همون استراتژی معامله کردن یا ترید کردن رو داخل گوگل سرچ کنید، تعریفی که براتون میاره که مال ویکی‌پدیا هم هست اینه که تو بازارهای مالی استراتژی معاملاتی تعریف میشه به یک برنامه ثابت نوشته فیکس پلن که چیکار میکنه، که هدفش اینه که به ما در مسیر این که میخوایم به سود برسیم کمک کنه. یعنی یک برنامه ریزی داشته باشیم که ما رو برسونه به سمت این که از شورت گرفتن یا از لانگ گرفتن تو مارکت، یعنی از ریزش مارکت یا از صعود مارکت بتونیم سود بگیریم. پس استراتژی معاملاتی یک برنامه ریزیه. مثال خیلی سادهش چیه؟ فرض کنید که میخواید برای کنکور درس بخونید. چیزی که لازم دارید چیه؟ یک برنامه ریزیه که مثلا امروز فلان درس‌ها رو بخونم، فردا فلان بقیه رو بخونم، اینجوری پیش برم تا به روز کنکور برسم. دقیقاً ترید کردن همینه. ما برای که تریدهای خودمون رو انجام بدیم توی حالا هم بازار فارکس، هم بازار کریپتو یا هر بازار دیگه‌ای، نیاز داریم که یک برنامه ریزی داشته باشیم که بدونیم مثلا فلان جفت ارز رو اگه قرار من فرانک به ین رو ترید کنم، بعد بر چه اساسی ترید کنم، چقدر بعد استاپ بذارم حدوداً، چقدر تارگتشه حدوداً، چقدر بعد زمان بذارم براش، تو چه تایم فریمی بهتر عمل میکنه، و برای هر کدوم از اینا یک برنامه‌ریزی داشته باشم تا بتونم که بهتر به اون هدفم برسم. پس استراتژی داشتن یعنی برنامه داشتن. مسئله که اینجا به وجود میاد اینه که اگر شما برید از کسی که نفر اول کنکور شده برنامه‌ریزیشو بگیرید یا بخرید ازش، هیچ وقت شما رو آدم موفقی نمیکنه. یعنی شما هم باعث نمیشه که شما نفر اول کنکور بشین. چرا؟ چون اون برنامه‌ریزی خاص برای خود اون شخص مفید بوده، نه برای شما. پس اینکه ما بریم از افراد مختلف استراتژیشون رو بخریم یه کار اشتباهی و اصلا همچین چیزی وجود نداره. چرا؟ چون استراتژی یعنی برنامه‌ریزی یک چیز شخصیه، یک چیزیه که هر کسی باید برای خودش تنظیم کنه با توجه به زمانی که داره، با توجه به اون شخصیتی که داره، برای خودش باید تنظیم کنه. این که شما برید از کسی دیگه بخرید هیچ سودی برای شما نداره. پس لطفاً سمت این پیج هایی که استراتژی میفروشن، تو دوره میگن ما فلان استراتژی رو داریم، این فلان قدر سود میده، اگر همچین چیزایی وجود داشت هیچ وقت به من و شما اینها رو نمیفروختن. کسی دستگاه چاپ پول رو خود دستگاه رو دیگه نمیفروشه، دیگه خود دستگاه رو میذاره روشن میکنه و پول چاپ میکنه، اسکناس چاپ میکنه. اینکه یک کسی بیاد بگه من دستگاه چاپ پول رو به شما 1 میلیون تومان میفروشم، این اصلا حرفش منطقی نیستش. و تمام برنامه ریزی هایی که انجام میشه، یعنی تمام استراتژی ها با هم برابره اگر که یک اصولی توش رعایت بشه. یعنی چی؟ یعنی شما ساده ترین استراتژی معاملاتی رو با پیچیده ترین استراتژی معاملاتی، اگر اصول کلیش رعایت بشه که من اصولش رو بهتون یاد میدم، تمامش نتیجهش یکیه. فقط کافیه که شما به اندازه کافی اون برنامه رو اجرا کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر که یه برنامه‌ریزی رو انجام دادید، 2 بار اگر استاپ خوردید، دیگه نذارید کنار اون برنامه رو بگید برنامهش به درد نمیخوره، استراتژیش به درد نمیخوره. به تعداد کافی اون استراتژی رو انجام بدید تا به قسمت سودهاش برسید. ما قبلا گفتیم بحث تحلیل تکنیکال یعنی که ما از 10 به 7 یا به 6 بیشتر نمیرسه دقتمون، یعنی نهایتش اینه که 3 تا یا 4 تا غلط توی 10 تا ما خواهیم داشت. پس وقتی که استراتژی رو تنظیم میکنیم هم همین موضوع به وجود میاد. ممکنه اون 3 تا یا 4 تا غلط ما همون ابتدای کار به ما بزنه و بعد 5 6 تا مثبت قرار باشه بهمون بده که ما ازش استفاده نمیکنیم و سریع میذاریمش کنار، میریم دنبال یک پلن دیگه. پس خیلی مهمه که توش تداوم داشته باشیم و اون اصولی رو که من بهتون میگم رو رعایت کنید توی
برنامه‌تون. پس هیچ استراتژی از استراتژی دیگه بهتر نیست، فرقی نمیکنه شما از چه استراتژی استفاده کنید، فقط باید اصولش رعایت بشه و به اندازه کافی اون رو اجرا کنید. یعنی تعداد تداوم کافی داشته باشید تو اجرا کردن اون برنامه ریزی یا استراتژی که تنظیم کردید. خب پس به این صورت میتونید استراتژی رو تعریف کنیم و برام خودمون داشته باشیم. حالا اگر بخوام یه مثال بزنم براتون، استراتژی میتونه چی باشه؟ ببینید فرض کنید که من اینجا فرانک به ین رو دارم. چیزی که ما گفتیم چی بود از آخرین تحلیلمون؟ گفتیم این پایین که رسیده این میاد بالا به این ناحیه برمیگرده و بعد ریزش میکنه میاد پایین، که همین خط قرمزی بود که من کشیدم همون موقع. خب میبینید که این اتفاق افتاده و ریزش کرده. حالا ما چجوری با استراتژی اینو تریدش کنیم؟ من این نکته رو از روی پرایس اکشن در آوردم. یعنی چی؟ یعنی گفتم که ما اینجا یک خط روند داریم که یه بار، دو بار، سه بار برخورد کرده. یه نکته رو بگم اینجا که توقع من اینه که شما دوره پرایس اکشن رو کامل نگاه کرده باشید، کامل تمرین کرده باشید و بهش مسلط باشید تا بتونید توی بحث استراتژی هم راحت با من جلو بیاد. اگر اون دوره رو نگاه نکردید حتما اول رو تماشا کنید و بعد بیاید این سمت. خب اینجا یک خط روند داریم، اینجا یک ناحیه فشار فروش داریم، تایم فریممون هم 1 ساعت است. اینجا یه بار برخورد کرده، دو بار، سه بار، پس این خط روند ما تایید شده. خب من اینجا میبینم این شکسته شده، پس میتونم احتمال بدم که یک پول بک یا یک بازگشتی به این سطح داشته باشیم که میبینید اتفاق افتاده، برگشته به این سطح و بعد ریزشش اتفاق افتاده. خب حالا من اینو با پرایس اکشن در آوردم، یعنی تحلیل کردم. حالا چطور اینو تریدش کنم؟ استراتژی میتونم بچینم بگم که هر وقت یه خط روند کشیدم، 3 بار برخورد داشت، دفعات بعدی برخورد هر بار که میخوره بهش من ترید باز کنم. یعنی چی؟ یعنی میگم که من یه خط روند رسم میکنم، هر موقع قیمت رسید به این خط روند من که این خط روند از قبل تایید شده است دیگه، یعنی یه بار اینجا برخورد کرده، یه بارم اینجا برخورد کرده، یه بارم اینجا برخورد کرده. پس وقتی که اینجا برخورد 3 تا برخورد چهارم اتفاق میفته، من باید اینجا پوزیشن شورت باز کنم. فرض کنید تا این پایین که تارگت اولش میشه این کف. این میشه یک استراتژی. یعنی من یک برنامه ریزی داشته باشم روی جفت ارز فرانک به ین، بگم هر موقع یه خط روند خوبی داشتیم که 3 بار بهش برخورد کرده بود، بار چهارم پوزیشن باز کن. خب یه بار اینجا برخورد کرده، ریزش کرده 50 پیپ، یه بار دیگه اینجا برخورد کرده، ریزش کرده 60 پیپ، یه بار دیگه اینجا برخورد کرده، ریزش کرده باز 50 پیپ. به همین شکل تریدای خودم انجام میدم. پس اصلا فکر نکنید که استراتژی باید یه چیز پیچیده عجیب غریبی باشه که کلی نکته و کلی ابزار مختلف توش استفاده بشه. فقط کافیه که من یک برنامه‌ریزی داشته باشم که بدونم توی جفت ارزهای مختلف چطور باید تریدمو باز کنم، چطور استاپ لاس بذارم، چطور مدیریت سرمایه‌مو انجام بدم. خب من میام توی جفت ارز فرانک به ین میگم به خودم که و توی اون برنامه‌ریزی میارم که هر موقع یه خط روند داشتم 3 تا برخورد داشت که تایید شد این خط روند، بار چهارم پوزیشن باز میکنم. خب یه بار اینجا میگیرم، یه بار اینجا میگیرم، یه بار اینجا میگیرم. خب شاید بگید که این دفعه بعدی بیاد اینجا این شکسته بشه. خب چه ایرادی داره؟ من 3 تا پوزیشن پرسود گرفتم، دفعه بعدی هم که بیاد به این خط بخوره و شکسته بشه، نهایتش من 10 تا یا 20 پیپ ضرر میکنم، از معامله میام بیرون، تموم. این معامله من بسته میشه، 3 تا سود، حالا نهایت یه دونه ضرر که هیچ ایرادی هم نداره، مشکلی به وجود نمیاد. من 3 تا معامله پرسود بستم با همین استراتژی و بعدی رو با ضرر میمدم که هیچ ایرادی نداره. وقتی که ضرر کردم دیگه اون استراتژی رو نمیذارم کنار، همچنان بهش پایبندم و همچنان بر اساس اون پیش میرم. نکته‌ای که وجود داره اینه که کم کم استراتژی شما هر چقدر بیشتر باش کار کنید هم حرفه‌ای‌تر میشید. یعنی همین خط روند ساده میتونه کاملا یک استراتژی باشه. یعنی بگید هر موقع این خط روند رسم کردم من بر اساسش کار میکنم. حالا نکاتش رو کامل بهتون تو قسمت‌های بعدی میگم که چطور یه استراتژی رو تنظیم کنید، چطور داخلش استاپ بنویسید بر خودتون، تارگت بنویسید، حجم رو چطور تعیین کنید، که اینا همه رو باید داخل اون استراتژیتون داشته باشید. یعنی کلی نکته است که باید داخل هر استراتژی وجود داشته باشه. اگر اون نکات داخل استراتژی وجود داشته باشه، اون استراتژی موفق میشه. اگر وجود نداشته باشه هیچ وقت موفق نمیشه، حالا هر کسی هم که اونو فروخته باشه بهتون. پس به این شکل میتونه خیلی ساده اتفاق بیفته و ما
با یک استراتژی ساده بتونیم از بازار سود بگیریم. نکاتی رو که توی قسمت‌های بعدی بهتون میگم پله پله توی استراتژیتون داشته باشید. یک دفترچه تهیه کنید، همونطور که توی ویدیوهای اول پیج گفتم یه دفترچه لازم دارید تهیه کنید. داخلش قراره که استراتژی خودتون رو بنویسید. لطفاً از دنبال این که استراتژی بخرید نباشید، باید برای خودتون بنویسید. هیچ کسیش کمکی بهتون نمیکنه. باید با شخصیت خودتون، با اون زمانی که دارید میخواید ترید کنید، با توجه به بازاری که دارید، خودتون برای خودتون یه برنامه‌ریزی داشته باشید که چطور تریداتون رو باز کنید و چطور ببندید. و لطفا وقتی که ساختینش دیگه بر اساس اون کار کنید. یعنی اونجوری نباشه که یک پلنی رو برای خودتون بچینید بعد از سیگنالای یک نفر دیگه استفاده کنید، از نظرات یکی دیگه استفاده کنید. فقط بر اساس همون چیزی که یادداشت کردید باید کار کنید تا به نتیجه برسید. نکته دیگه نمیمونه و تا ویدیو بعدی. و اولین نکته فعلا خدا نگهدار.